یه بار خیلی بی پول بودم. از اون روزایی که غرورت اجازه نمیده حتی 1000 تومان بری از یه نفر قرض کنی. تا اینکه شنیدم یه جا هست که ازت خون میگیره جای 30,000 تومان بهت پول میده. رفتم. اون به خون من فکر میکرد، من به پولی که قراره از اون بگیرم. برگشت فکر کردم اومده پاکت پول. یه خود دستمو کشیدم کنار، گفتم مگه چند بار پول میگیری؟ گفت 6 بار. چشامو باز کردم دیدم حال خراب دور میدون انقلاب وایسادم. یه پاکت پولم دستم. من حتی نتونستم آدمیو که دوستش دارم و نگه. من میگفت تو طلبکاری. گفتم آره بابا من طلبکارم. من از عالم آدم طلبکارم. من از خدا طلبکارم. من از بچه مایه داران طلبکارم. من از پارتی بازی طلبکارم. چرا نمیشه؟